تصور کن فقط یک دستور بدهی و هوش مصنوعی خودش برود و تمام کارها را انجام بدهد. هوش مصنوعی قدیمی فقط به سؤال تو جواب میداد. اما نسل جدید که به آن AI ایجنت میگویند، میتواند یک هدف بگیرد و خودش مراحل رسیدن به آن را برنامه‌ریزی کند. مثلا به آن میگویی برای من یک کسب و کار اینترنتی پیدا کن. AI میتواند تحقیق کند، اطلاعات را بررسی کند، برنامه بسازد و حتی بعضی کارها را با ابزارهای دیگر انجام دهد. یعنی به جای اینکه هر مرحله را جداگانه به AI بگویی، فقط هدف نهایی را مشخص می‌کنی و هوش مصنوعی خودش تصمیم می‌گیرد قدم بعدی چیست. اما اینجا یک سوال بزرگ وجود دارد. اگر AI بتواند خودش تحقیق کند، برنامه ریزی کند و کار انجام دهد، انسان‌ها در آینده دقیقاً چه کاری انجام خواهند داد؟ این تازه شروع عصر AI ایجنت هاست. و شاید در آینده به جای استفاده از ده‌ها اپلیکیشن فقط یک هوش مصنوعی داشته باشیم که همه چیز را برایمان انجام دهد. تو به چنین هوش مصنوعی اعتماد می‌کنی؟